دوستا وطن‌دارا سلام، امید که جور و صحتمند و سرحال باشین. خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای FC فارسی. لطفاً به خاطر حمایت از ما ویدیو ما را لایک کنین و چینل ما را سابسکرایب کنین. اگر کدام پیشنهاد نظریات دارین در کامنت بر ما بنویسین. در این ویدیو خواستیم که با یک دانه مشرانو یک بازیکن رنگ کپ کنیم. بیاین که ببینیم امکان داره یا نداره. بیاین که در ترکیب بریم. ترکیب ما اینی میست دوستا، اینی ترکیب ماست، اینی بازیکنای ماست و شما در کامنت بنویسین که کدام بازیکن باید در کجا قرار بدم که خوب کیفیت خوبی بگیرم. مثلا استی آیا به جای دروگبا مرموش میتونه خوب عمل کرد داشته باشه یا به جای کوبو الاویران میتونه خوب عمل کرد داشته باشه یا خیر، یا مثلا مارادونا از چی ترکیب باید استفاده کنم که مارادونا خوب عمل کرد داشته باشه. خب دوستان میریم طرف بحث ویدیو امروزی ما. دوستان گفته نباید گذاشت که من میسی رم دارم. سعی کنین میسی رایت وینگر 102 متا یکم ضعیف است، از کوبو کده از الویران کده بسیار ضعیف است، یکم ضعیف است. خب هدف ویدیو امروزی ما با یک دانه مشرانو میخوایم بازیکن‌ها را رنگ کپ کنم. با یک دانه مشرانو آیا امکان داره نداره؟ مثلا کوبو رو میخوایم با یک دانه مشرانو رنگ کپ کنم. تا حال تجربه نکردیم، بیاین که تجربه کنیم که آیا امکان داره نداره. و این خاطر من مشرانو دارم. چند دانه دارم ببینین، اینی 3 6 9. خب ببخشین جابجا شد دوستا. کجا رفت؟ خب ریس جیمز اینجاست. خب چند دانه دارم؟ 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 تقریبا 18 دانه. بله دوستا 18 دانه مشرانو دارم و میخوایم که اینمی مثلا کوبو یا هازارد یا می دروگبا را رنگ کپ کنم. آیا با یک مشرانو میشه رنگ کپ کرد یا خیر؟ بیاین که ادامه ویدیو رو ببینین که رنگ کپ میشه نمیشه. مثلا از کوبو شروع میکنیم، رنگ کپ میکنیم، فیصدی را مد نظر میگیریم. یک دانش 10%. اگر من 10 دانه خوب بزنم که 100% میشه دیگه، 100% رنگ کپ میشه. نه من میخوایم که با فیصدی بسیار کم پیش برم که اگر با یک دانه شوه بسیار خوب میشه برم. پس ادامه میتیم، یک دانه رنگ کپ، ادامه میتیم کانفرم. بیا او نشد، یک دانه سوخت. خب دومی رنگ کپ، میریم دوتا. انشالله که دفعه میشه. یا خدا. او بازم نشد. میریم طرف سیومی. میشه نمیشه؟ بسم الله. یا خدا. بسم الله. سیومی. او بازم نشد دوستا، بازم نشد. میریم طرف چهارمی با 10%. یک دانه مشرانو میشه نمیشه؟ بسم الله. اینی چهارمی. هلا. او بازم نشد. چهارمی هم نشد. پنجمی میشه نمیشه دوستا به نظرتان؟ بسم الله. بریم که پنجمی رنگ کپ. او بازم فیلر شد. ششمی، بیاین که ششمی میشه نمیشه دوستا. ششمی زدیم که ششمی. او 6 تام نشد. الله بیخی دیگه مشرانوی های ما را سوختانده رفت دوستا. هفتمی میریم کانفرم. هفتمی حالا دیگه رنگ کپ. اوه 7 تام نشد. این چی حال است؟ یکتم 8 تا بزنم. هشتمی بیا که حالا دیگه 8 تا زدم. اوه نومی. نو. بیا دیگه. اوه آخه 9 تام نشد. دومی. حالا میشه. اوه یعنی 10 تا رو بالای همون کوبو میزدم یک دانه رنگ کپ میشد. زدم 11 زدم
بیا دیگه میدفع 11. اوه بیا دیگه 12. هلا 12 رنگ اپ. اوه باز نشد. 13 من میزنم. 13 با 10%. اوه دفعه یک چالو وطنی سرش برم که کانفرم کنسل رنگ اپ 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 کنسل رنگ اپ. این دفعه برو که میشن اوه یم نشد دوستا. رنگ اپ این دفعه خوش برو کم که بیخی ماره. یعنی 10% هیچ امکان نداره 3 تایش هم میزنم من 30% احتمال داره که شود دیگه. رفت دوستا 18 دانیم رفت و یک دانم رنگ اپ نشد. این تاله این شانس دیگه. جور صحتمند سرحال باشین. یک تایش هم نشد. شما دیگه امتحان نکنین که نمیشه.